سلام به شما که در این کاوش عمیق همراه ما هستید. امروز میخوایم شیرجه بزنیم به دنیای ایده های غیر متعارف مارک منسن. بله، کتاب پرفروشش هنر ظریف اهمیت ندادن. دقیقاً. منبع ما هم گزیده هایی از خود کتابه و قراره با هم یکم عمیق تر شیم ببینیم پیام اصلیش چیه. که چطور روی چیزای درست تمرکز کنیم، نه؟ پذیرش جنبه‌های منفی زندگی. و اینکه چطور ارزش‌های درستی رو انتخاب کنیم که خب یه زندگی معنادارتر بسازیم. آره. شاید بعضی حرفاش اولش یکم تکون دهنده باشه یا به مذاق خوش نیاد. قطعاً همینطوره. خیلی جاها برعکس تصورات رایجه. ولی خب امیدواریم این بررسی روشنگر باشه. برای شروع هم می‌خوایم بریم سراغ یه چهره غیرمنتظره، چارلز بوکوفسکی. بوکوفسکی انتخاب جالبیه. آره، نویسنده‌ای که زندگیش اصلاً شبیه داستانای موفقیت نبود و اون نوشته معروف روی سنگ قبرش تلاش نکن، تلاش نکن. خب بیا ببینیم این یعنی چی واقعاً. داستان بوکوفسکی واقعاً عجیبه. یعنی شما به زندگیش نگاه میکنید یه نویسنده الکلی، زنباره، قمارباز که تمام عمرش تقریباً در گمنامی و شکست بوده، شغل‌های پست، نامه‌های رد شدن از ناشرها. دقیقاً این کل زندگیش بوده انگار، تا اینکه بالاخره تو 50 سالگی خیلی دیره واقعاً. آره خیلی دیره. یه ناشر مستقل کوچیک بهش یه فرصتی میده و خب به شهرت میرسه. اما بازم اون نوشته تلاش نکن. خب این دقیقاً نقطه مقابل چیزیه که همه جا میشنویم، مگه نه؟ مثبت باش، تلاش کن، تسلیم نشو. آره همش همینه. ولی منسن میگه بوکوفسکی موفق شد نه چون سعی کرد مثلا یه آدم دیگه‌ای بشه یا برنده بشه، بلکه چون خودشو پذیرفته بود. دقیقاً با خودشو، با تمام اون تاریکی‌های وجودش رو راست بودون. با شکست خورده بودن خودش اوکی بود انگار. همینطوره. و بوکوفسکی یه نقطه شروع خیلی خوبیه برای یکی از ایده‌های مرکزی منسن، یعنی چرخه بازخورد جهنمی. چرخه بازخورد جهنمی اسمش ترسناکه. آره یکم، ولی مفهومش خیلی آشناست. یعنی چی؟ یعنی شما مضطرب میشید چون مضطرب هستید. آها. یا عصبانی میشید چون عصبانی هستید. احساس گناه میکنید چون احساس گناه میکنید. انگار ذهن ما یه لایه دیگه حس بد میذاره روی اون حس بد اولیه. میفهمم، مثل یه اکوی منفی میمونه. دقیقاً. و فرهنگ امروز مخصوصاً با رسانه‌های اجتماعی اینو خیلی تشدید میکنه. شما اینستاگرام رو باز میکنید، همه چی عالیه. همه خوشحالن، همه موفقن، سفر، خنده. آره. و شما با خودتون فکر میکنید پس چرا من اینقدر حس بدی دارم؟ چرا من اینجوری نیستم؟ حتما یه مشکلی هست. این فشار دائمی برای مثبت بودن خیلی فشار سنگینیه. باعث میشه فکر کنیم داشتن احساسات منفی مثل اضطراب، ترس یا غم اصلا طبیعی نیست، غیر قابل قبوله. این چرخه واقعا آشناست. اون حس بدی که وقتی حالت خوب نیست، تازه یه صدای دیگه هم تو سرت میگه چرا حالت خوب نیست؟ خیلی بده. آره، خیلی رایجه. خب منسن میگه راه شکستن این چرخه چیه؟ یعنی فقط بگیم مهم نیست، به همین سادگی؟ سوال خوبیه. نه به این سادگی که بیخیال همه چی بشیم. منظور منسن از اهمیت ندادن بی‌تفاوتی یا کرتخی نیست. پس چیه؟ اتفاقاً برعکسه. منظورش پذیرشه. پذیرفتن این که خب آره احساسات منفی هم هستن، بخشی از آدم بودن همینه، اجتناب ناپذیرن. به جای اینکه باشون بجنگیم یا خودمون رو سرزنش کنیم. دقیقاً. فقط مشاهدهشون کنیم و بگیم آره الان مضطربم، خب که چی؟ این خب که چی خیلی مهمه. انگار اون بار اضافی رو برمی‌داره. آره، انرژی رو از اون چرخه میگیره. کتاب به قانون وارونه آلن واتسون اشاره میکنه. قانون وارونه؟ آره، که میگه هر چقدر بیشتر دنبال حس خوب بدویی، کمتر بهش میرسی. چون همین دنبال کردن یعنی تو الان نداریش. جالبه. و برعکس، پذیرش تجربه منفی خودش یه جور تجربه مثبته. چون اون فشار رو از روت بر میداره. پس کلیدش پذیرشه. پذیرش حس بد، نه اینکه نادیدش بگیریم یا باهاش کلانجار بریم. دقیقاً. این چرخه رو میشکنه. خب اگه رنج و این حسای منفی اجتناب ناپذیرن، پس تکلیف خوشبختی چی میشه؟ اصلا دنبالش بگردیم؟ کتاب اینجا میره سراغ داستان بودا. آره، داستان کلاسیک بودا. شاهزاده‌ای که خب همه چی داشته توی قصر، رفاه، لذت، ولی باز یه خلایی حس می‌کرده. یه جور پوچی انگار. آره، تا اینکه از قصر میزنه بیرون
و با واقعیت زندگی مردم عادی روبرو میشه. بیماری، پیری، مرگ، فقر. و این تکونش میده. خیلی. میفهمه که رنج، چه ثروتمند باشی چه فقیر، جزئی از زندگیه. خوشبختی اینجوری نیست که یه سری چیزا رو جمع کنی و تمام. مثل یه معادله ریاضی نیست که حل بشه. انگار یه جور نارضایتی، یه بیقراری تو ذات ماست. همینطوره. و منسن برای جا انداختن این حقیقت که خب یکم تلخه، یه شخصیت جالب معرفی میکنه. پاندای ناامید کننده. پاندای ناامید کننده. میخندم. اسمش عالیه. آره، پاندایی که قرار نیست بامزه باشه و دلداری بده. میاد و حقایق ناخوشایند رو میکوبه تو صورتت. ولی لازمه انگار شنیدنشون. دقیقاً. یکی از این حقایق اینه که رنج از نظر بیولوژیکی حتی مفید بوده. مفید؟ چطور؟ خب، پس طبیعت از حس نارضایتی و درد استفاده کرده تا ما رو به حرکت و تغییر وادار کنه. یه موجودی که همیشه راضی و خوشحاله، که انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر یا نوآوری نداره. آها، پس این حس ناامنی و نارضایتی ما رو هل میده جلو. دقیقاً. درد چه جسمی چه روانی مثل یه آلارمه، یه سیستم بازخورد. دستت میسوزه، یاد میگیری دیگه به آتیش نزدیک نشی. درد روانی هم همینه. درد شکست، درد طرد شدن. آره، اینا به ما درس میدن که چطور در آینده بهتر عمل کنیم. جامعه‌ای که سعی میکنه ما را از هر نوع ناراحتی دور نگه داره، در واقع داره این بازخوردهای حیاتی رو از ما میگیره. فرصت‌های رشد رو از دست میدیم. همینطوره. پس برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم، منسن نمیگه خوشبختی یعنی هیچ مشکلی نداشته باشیم. میگه خوشبختی از درگیر شدن و حل کردن مشکلات میاد. دقیقاً. ولی ما معمولاً اینجا کارو خراب میکنیم. چطوری؟ به دو روش اصلی. به قول منسن، یکی انکار، یعنی کلاً مشکل رو نمیبینیم، وانمود میکنیم نیست، سرمون رو میکنیم زیر برف. یا خودمون رو با چیزای دیگه سرگرم میکنیم. آره. روش دوم ذهنیت قربانی، یعنی فکر میکنیم کاری از دستمون بر نمیاد و همش دیگران یا شرایط مقصرن. آره، اینم خیلی رایجه. تقصیر من نبود. هر دوی اینا، انکار و قربانی بودن، شاید یه آرامش موقتی بدن، مثل مسکن، ولی جلوی رویارویی واقعی و حل مشکل رو میگیرن. و در نتیجه جلوی خوشبختی واقعی رو. دقیقاً. و یه نکته دیگه هم هست در مورد احساسات. ما خیلی بزرگشون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنیم احساساتمون حکم مطلقن. انگار دستورن که باید اجرا بشن. در حالی که اونا فقط سیگنالن. فقط اطلاعات خام؟ آره، اطلاعاتی که میگن هی، اینجا یه چیزی هست، شاید باید بهش توجه کنی. نه سرکوب کاملشون درسته، نه اینکه هویتمون رو کامل باهاشون یکی کنیم. که مثلا من آدم مضطربی هستم به جای اینکه من الان احساس اضطراب میکنم. دقیقاً. این تفاوت ظریف ولی مهمه. اینجاست که به مفهوم تردمیل لذتگرایانه یا هدانیک تردمیل هم میرسیم. آها، اون ایده که هرچی به دست میاریم زود بهش عادت میکنیم. آره، سخت تلاش میکنیم به یه چیزی برسیم، خونه بهتر، ماشین بهتر، شغل بهتر. فکر میکنیم دیگه خوشبخت میشیم. ولی وقتی میرسیم خیلی زود عادی میشه. سطح رضایتمون برمیگرده سر جای اول. و دوباره دنبال یه چیز دیگه میدویم. همینطوره، چون مشکلات هیچ وقت تموم نمیشن. فقط شکلشون عوض میشه یا سطحشون میره بالاتر. پس خوشبختی در حل کردنشونه، نه در نبودشون. دقیقاً. و مهم یادمون باشه احساسات راهنما هستن، نه ارباب ما. خب این ایده که مشکلات همیشه هستن و خوشبختی تو حل کردنشونه، یه سوال مهم دیگه پیش میاره. اینکه خب ما باید دنبال کدوم مشکلات بریم؟ کدوم رنج‌ها ارزش تحمل دارن؟ سوال کلیدیه. منسن میگه اون سوال کلیشه‌ای از زندگی چی میخوای رو ولش کن. جوابش معمولاً خیلی کلی و شبیه همه. خوشبختی، عشق، موفقیت. آره، خیلی مبهمه. سوال واقعی اینه: حاضری برای به دست آوردن چه دردی رو تحمل کنی؟ حاضری برای چه چیزی مبارزه کنی؟ چون هر چیز با ارزشی یه بهایی داره، یه روی ناخوشایندی داره.
مثلا شغل رویایی خب باید استرسش، ساعت کار زیادش، رقابتش، شاید کارای حوصله سربرش رو هم قبول کنی. یا یه رابطه عمیق و خوب. باید آماده بحث‌های سخت، سوء تفاهم‌ها، آسیب پذیری باشی. اندام خوب، باید درد بعد باشگاه، عرق ریختن، جلوی خودتو گرفتن رو تحمل کنی. خود منسن مثال خودش رو میزنه که میخواسته ستاره راک بشه. آره، اون تصویر روی صحنه رو دوست داشت. ولی از خود فرایندش، تمرین گیتار، پیدا کردن گروه، اجرا تو کافه‌های کوچیک، بار زدن وسایل بدش میومد. نتیجه رو میخواست، نه خود مبارزه رو. دقیقاً. این نکته خیلی عمیقه. منسن میگه هویت ما و خوشبختی ما با مبارزاتی که انتخاب میکنیم درگیرشون بشیم تعریف میشه. نه با لذت هامون لزوماً. نه، مشکلاتی که انتخاب میکنیم حلشون کنیم کیفیت زندگی ما رو میسازن. البته به شرطی که مشکلات درستی باشن. یعنی چی مشکلات درست؟ یعنی مشکلاتی که با ارزش‌های ما همخونی دارن و اینکه یاد بگیریم از خود فرایند لذت ببریم، از نفس تلاش کردن، از بالا رفتن از کوه، نه فقط رسیدن به قله. چون همیشه یه قله دیگم هست. دقیقاً. لذت واقعی تو خود صعوده. این انتخاب مبارزه و درد خب ما رو میرسونه به یه سوال عمیق‌تر. ما بر اساس چی این انتخابا رو میکنیم؟ چی برای ما مهمه؟ اینجا منسن مفهوم پیاز خودآگاهی رو میاره وسط. پیاز خودآگاهی؟ آره، مثل یه پیاز. لایه لایه است. لایه اول سطحیه. فقط شناسایی احساسات. الان چه حسی دارم؟ خوشحالم، عصبانیم، خیلی هم همینجا میمونن. خب لایه بعدی چیه؟ لایه دوم عمیق‌تره. چرا این حس رو دارم؟ چی شد که این حس اومد سراغم؟ این کمک میکنه ریشه یابی کنیم. و لایه آخر، هسته پیاز. لایه سوم که هسته اصلی ارزش‌های شخصی ماست. یعنی اون معیارها و استانداردهایی که باهاشون خودمون و دنیای اطرافمون رو میسنجیم. ناخودآگاه یا آگاهانه. این ارزش‌ها تعیین میکنن چی موفقیت، چی شکست. دقیقاً. منسن مثال برادر خودش رو میزنه. برادرش خیلی براش مهم بود که رابطه خوبی با مارک داشته باشه. این ارزشش بود. خب، اما معیاری که برای سنجش این رابطه داشت، تعداد زنگ‌ها و ایمیل‌ها بود. این معیار بود. چون مارک کم زنگ میزد، برادرش فکر میکرد رابطه‌شون بده و شکست خورده. در حالی که شاید معیار خوبی انتخاب نکرده بود. آهان، پس معیار مهمه. خیلی. و این ما رو میرسونه به فرق بین ارزش‌های خوب و ارزش‌های بد. یا بهتر بگیم ارزش‌های سالم و ناسالم. چه فرقی دارن؟ ارزش‌های خوب به قول منسن 3 ویژگی دارن. اول، مبتنی بر واقعیتن. یعنی درونیان، میتونی تجربهشون کنی. مثل چی؟ مثل صداقت. دوم، از نظر اجتماعی سازندن. یعنی به خودت و بقیه آسیب نمیزنن. سوم، فوری و قابل کنترلن. یعنی همین الان میتونی انتخاب کنی بر اساسش عمل کنی. صداقت همه اینا رو داره. میتونم الان صادق باشم، به روابط کمک میکنه و درونیه. دقیقاً. حالا ارزش‌های بد؟ اغلب بیرونی یا خیالی هن. مثلا محبوب بودن پیش همه. این دستتون نیست کاملاً. درسته؟ دوم، میتونن مخرب باشن. برای محبوب بودن شاید مجبور شی دروغ بگی. سوم، قابل کنترل نیستن. وابستن به نظر بقیه. پس ارزش‌های خوب، درونی، سازنده، قابل کنترل. ارزش‌های بد، بیرونی، مخرب، غیر قابل کنترل. آره. مثال دیگش داستان دیو ماستین از مگادسه. با اینکه خیلی موفق بود، همیشه حس بازنده بودن داشت. چرا؟ چون معیار موفقیتش این بود که از متالیکا، گروه قبلیش که اخراجش کرده بودن، موفق‌تر باشه. یه معیار بیرونی، غیر قابل کنترل و مقایسه‌ای که هیچ وقت هم راضیش نمی‌کرد. دقیقاً. در مقابل پت بست، درامر اول بیتلز که قبل از شهرت اخراج شد، با اینکه اون موفقیت بیرونی رو نداشت، تونست با تغییر ارزش‌هاش تمرکز روی خانواده و زندگی آروم به رضایت برسه. پیامش اینه که ارزش‌های بهتر مشکلات بهتر میارن. و زندگی معنادارتر. با این نگاه به ارزش‌ها بریم سراغ یه ایده دیگه که شاید یکم اذیت کننده باشه اولش. این که شما اونقدرا هم خاص نیستید. آره، اینم از اون حرفای تکان دهنده منسنه.
کتاب داستان یه نفر به اسم جیمی رو میگه که همش از خودش و ایده های خفنش تعریف میکرده. کلی پول قرض میگرفته ولی هیچی به هیچی. اما اعتماد به نفسش بالا بوده. فوق‌العاده اعتماد به نفس کاذب. هر شکست یا انتقادی رو هم مینداخت گردن حسادت بقیه. آره، منسن این رو به نقد اون جنبش افراطی عزت نفس تو دهه‌های 60 و 70 ربط میده. که میگفت فقط حس خوبی نسبت به خودت داشته باش، مهم نیست چرا. آره، منسن میگه عزت نفس واقعی از روبرو شدن با واقعیت میاد، حتی با نقاط ضعف و شکست‌ها، نه از توهم و انکار. این حس استحقاق یا خاص بودن زیادی 2 تا رخ داره انگار. دقیقاً، یا فکر میکنی من عالیم و بقیه هیچی نیستن، یا برعکس من هیچی نیستم و بقیه همه عالین. هر دوتاش یه جور خودمحوریه. آره، هر دو فرد رو از واقعیت دور میکنه. منسن از استبداد استثناگرایی حرف میزنه. یعنی چی؟ یعنی با وجود رسانه‌ها و اینترنت ما همش در معرض آدمای فوق‌العاده‌ایم. فوق‌العاده موفق، فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده پولدار. یا حتی فوق‌العاده بدبخت. آره، و این باعث میشه فکر کنیم معمولی بودن یعنی شکست. انگار ما هم باید حتما یه جورایی استثنایی باشیم. ولی واقعیت اینه که بیشتر زندگی معمولیه. و این هیچ اشکالی نداره. اتفاقا پذیرش این معمولی بودن خیلی رهایی بخشه. فشار رو برمیداره. آزادمون میکنه که دنبال بهتر شدن خودمون باشیم بدون نیاز به اثبات چیزی. دقیقاً، عظمت واقعی از وسواس سالم برای بهتر شدن میاد، نه از باور به عالی بودن الان. منسن حتی یه خاطره شخصی میگه از دستگیر شدنش تو 13 سالگی به خاطر مواد. آره، میگه اون تجربه و آسیب‌های دیگش باعث شد تو بزرگسالی یه حس استحقاق پیدا کنه تو روابطش. همش دنبال تایید بود، فکر میکرد دنیا بهش بدهکاره. آره، میگه فهمیدن اینکه مشکلات ما منحصر به فرد نیستن، اینکه خیلیای دیگه هم درگیر مسائل مشابهن، قدم اول برای رهاییه. از اون حس قربانی بودن یا خاص بودن کاذب. کمتر احساس تنهایی میکنی و راحت‌تر مسئولیت سهم خودت رو میپذیری. شما چی؟ تا حالا حس کردین درگیر این حس استحقاق شدین؟ چه مثبت چه منفی؟ فکر کنم همه یه جورایی تجربهش کردن و این پذیرش معمولی بودن و مشکلات مشترک ما رو میرسونه به یه ارزش مهم دیگه. پذیرش عدم قطعیت. عدم قطعیت یعنی چی؟ یعنی بپذیریم که ما خیلی چیزا رو نمیدونیم و در مورد خیلی چیزا اشتباه میکنیم. دانش ما ناقصه. باورای ما دائم عوض میشن. مثل علم پزشکی قدیم که فکر میکرد خونگیری خوبه. دقیقاً، یا تصورمون از تاریخ، رشد یه فرایند تکراریه. هیچ وقت از کاملاً غلط به کاملاً درست نمیرسیم. فقط از خیلی غلط به یه کمتر غلط. آره، اصرار روی قطعیت، اینکه ما جواب نهایی رو داریم، بزرگترین مانع یادگیریه. باورای ما ساخته ذهن ما هستن و ذهن ما خطا میکنه. خیلی هم خطا میکنه. پدیده حافظه کاذب رو ببینید. آدم‌ها خاطراتی رو به یاد میارن که اصلاً اتفاق نیفتاده. وحشتناکه. پیام من سنگینه. یک کمتر به خودتون و قطعیتاتون بچسبید. مدام از خودتون بپرسید. چی بپرسیم؟ اگه در مورد این موضوع اشتباه کرده باشم چی؟ دوم، معنیش چی میشه اگه اشتباه کرده باشم؟ سوم، آیا پذیرش این احتمال اشتباه مشکل بهتر یا بدتری نسبت به اصرار بر درستی خودم ایجاد میکنه؟ این سوالا آدم رو فروتن میکنه و راه رو برای رشد باز میکنه. ما اغلب در اشتباهیم و پذیرش این عدم قطعیت به جای ترس میتونه موتور پیشرفت باشه. حالا که حرف از انتخاب و پذیرش و کنار گذاشتن قطعیت شد، میرسیم به بخش پایانی و شاید قدرتمندترین ایده های منسن: مسئولیت پذیری، نگفتن و نگاه به مرگ. بله، بخشای خیلی مهمی هن. کتاب با داستان ویلیام جیمز شروع میکنه، فیلسوف و روانشناس بزرگ که درگیر افسردگی شدید و حس پوچی بود. آره، و یه تصمیم عجیب گرفت. گفت 1 سال هر روز جوری زندگی میکنم که انگار 100% مسئول همه اتفاقاتم، خوب و بد. یه آزمایش فکری قدرمند و همین بهش کمک کرد از بحران بیاد بیرون و یه متفکر تاثیرگذار بشه. ایده اصلی منسن هم همینه. ما شاید مسئول خود اتفاق نباشیم، ولی همیشه مسئول تفسیرمون و واکنشمون به اون اتفاق هستیم.
اینجا باید فرق مسئولیت و تقصیر رو بفهمیم. دقیقاً. مثال اون نوزادی که دم در خونه پیدا می‌کنی، تو مقصر نیستی که اونجاست. ولی از اون لحظه به بعد مسئولیت تصمیم گیری با منه. زنگ بزنم پلیس، نگهش دارم، چیکار کنم؟ آره، تقصیر مال گذشته است، مسئولیت مال الانه. انتخاب‌های الانمو. خود منسنم میگه بعد از یه جدایی سخت کلی دوست دختر سابقش رو مقصر میدونست. که خب فایده‌ای هم نداشت. هیچ. تا وقتی فهمید باید مسئولیت احساسات خودش و نقش خودش تو اون رابطه رو بپذیره، نتونست رشد کنه. این پذیرش مسئولیت حتی تو شرایط سخت و ناعادلانه هم هست؟ بله، حتی در برابر تراژدی، مثل کسی که بهش حمله شده یا داستان ملالا یوسفزای. ملاله مقصر حمله طالبان نبود. معلومه که نبود، ولی مسئولیت واکنشش رو پذیرفت. انتخاب کرد به جای قربانی موندن یه صدا باشه برای آموزش دخترها. پس درد شاید اجتناب ناپذیر باشه، ولی رنجی که میکشیم و معنایی که بهش میدیم انتخاب ماست. تا حد زیادی بله، حتی با وجود ژنتیک یا شرایط سخت، مثل کسی که با OCD به دنیا میاد. مقصر بیماریش نیست، ولی مسئوله که چطور باهاش کنار بیاد و مدیریتش کنه. قیاس پوکر شمن جالب بود. کارتایی که بهت میدن دست تو نیست، ولی اینکه چطور باهاشون بازی کنی مسئولیت توئه. در مقابل این، اون پدیده قربانی نمایی شیک هست. که افراد برای جلب توجه یا فرار از مسئولیت همش نقش قربانی رو بازی میکنن. آره، که نه به خودشون کمکی میکنه، نه به قربانیان واقعی. مسئولیت پذیری یعنی پس گرفتن قدرت انتخاب. در کنار مسئولیت پذیری یه مهارت دیگه هم هست که منسن روش تاکید داره. نگفتن، رد کردن. خیلی مهمه. اون از تجربهش تو روسیه میگه که چقدر راحت نمیگفتن یا مخالفت میکردن. برعکس خیلی فرهنگ‌ها که رو در بایستی دارن. آره، ایدهش اینه که اگه میخوای چیزی واقعاً برات ارزش داشته باشه، باید بتونی چیزای دیگر رو رد کنی. اگه به همه چی بگی بله، یعنی به هیچی واقعاً متعهد نیستی. تعهد به یه ارزش، یه رابطه، یه هدف، یعنی نگفتن به گزینه‌های دیگه. و این رد کردن، چه ما رد کنیم، چه رد بشیم، لازمه یه زندگی معناداره. ترس از نگفتن و نشنیدن ما رو سطحی میکنه. روابط سالم مرز میخوان. منسن حتی رومئو و جولیت رو مثال عشق ناسالم میزنه. آره، چون بیمرز بود. مرزها کمک میکنن مسئولیت خودمون رو از بقیه جدا کنیم و تو اون دام قربانی ناجی نیفتیم. جالبه که میگه حتی تعارض هم میتونه اعتماد بسازه. اگه درست مدیریت بشه، آره. مثلا توی خیانت، بازسازی اعتماد فقط وقت ممکنه که اول مسئولیت کامل پذیرفته بشه و بعد با رفتار مستمر تعهد به ارزش‌های جدید نشون داده بشه. تعهد با رد کردن گزینه‌های دیگه عمق پیدا میکنه. دقیقاً. نگفتن یه جور بله گفتن قوی‌تر به چیزایی که واقعاً مهمن. و بالاخره میرسیم به آخرین موضوع، مرگ. موضوع سنگینیه ولی خیلی مهمه. منسن با داستان مرگ ناگهانی دوستش جاش شروع میکنه و اینکه چطور این مواجهه با مرگ نگاهش رو عوض کرد. و بعد میره سراغ ایده های ارنست بکر و کتاب انکار مرگ. بید میگفت ما از فناپذیری خودمون میترسیم، یه وحشت مرگ عمیق داریم و برای مقابله باهاش دو تا خود میسازیم. فیزیکی که میمیره و مفهومی که سعی میکنیم با پروژه های جاودانگی ابدیش کنیم. این پروژه ها چی هن؟ هر چیزی که حس کنیم یه بخشی از ما رو بعد از مرگمون نگه میداره. بچه، کار، هنر، ایدئولوژی، شهرت. تلاش برای باقی موندن. آره، اما نکته کلیدی اینه که همین انکار مرگ و چسبیدن به این پروژه ها خودش میتونه کلی اضطراب بیاره. راه حل چیه پس؟ پذیرش مرگ. این جنبه روشن مرگ‌اندیشیه. یادآوری مداوم فناپذیری، کاری که رواقیون بودیست ها هم میکردن. مثل یه فیلتر عمل میکنه؟ آره، کمک میکنه چیزای بی اهمیت رو بریزیم دور و روی چیزایی تمرکز کنیم که واقعاً مهمن. مرگ مثل یه قطب نماست. جهت میده به زندگی. یادآوری میکنه ارزش‌هایی رو انتخاب کنیم که بزرگتر از خودمون باشن. برای شما که دارید گوش میدید، فکر کردن به مرگ یا تجربهش چطور روی اولویتاتون اثر گذاشته؟
آیا ترسون رو کمتر کرده یا حس استحقاق بیموردتون رو؟ همونطور که بوکوفسکی آخرش میگه همه ما میمیریم، همین به تنهایی باید باعث شود یکدیگر را دوست داشته باشیم. اما اینطور نیست. ما با چیزهای پیش افتاده وحشت زده میشیم. پذیرش مرگ میتونه ما را به زندگی و عشق بیشتر برسونه. خب تو این کاوش عمیق دیدیم که قدرت تو انتخاب آگاهانه اینه که به چی اهمیت بدیم و به چی نه. و اینکه پذیرش تجربیات منفی و رنج چقدر میتونه رهایی بخش باشه. چطور انتخاب مبارزای درست و ارزش‌های سالم راه خوشبختیه. و چطور پذیرش معمولی بودن، عدم قطعیت، مسئولیت و نگاه به مرگ به ما کمک میکنه معنا رو پیدا کنیم. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که تا اینجا با ما بودید. یه لحظه فکر کنید اگه میدونستید وقت کمی دارید، کدوم نگرانی‌ها و دغدغه‌هاتون بی‌اهمیت میشدند؟ و برعکس، کدوم مبارزه، کدوم رنج، کدوم رابطه ناگهان حیاتی و ارزشمند به نظر می رسید؟ شاید جواب این سوالا بهترین راهنما باشه برای پیدا کردن ارزش‌های واقعیتون. همین الان. از اینکه در این بررسی عمیق همراه ما بودید، خیلی ممنونیم.